سلام بچه، چطورین؟ امروز اومدیم با ویدیو جدید دیگه. من محمد لجندم و خوش اومدی به چنل من. امروز قراره که توی جی تی ای توی 7 دقیقه یه ماشین برداریم و کاملا با قانون رانندگی میکنیم و قانون رو زیر پامون نمیذاریم و بزن که بریم. خب بچه الان ما ماشین رو برداشتیم، قراره که کاملا با این ماشین با قانون رانندگی کنیم. چالش هم از زمین شروع میشه. یه چراغ قرمز جلومونه، الان کاملا باید پشتمون وایسیم، قانون رو زیر پامون نذاریم. من بدم میاد از چراغ قرمز، حالم به هم میخواد چراغ قرمز. توی جی تی ای واقعا با قانون رانندگی کردن خیلی سخته. خب چراغ سبز شد بچه ها، خیلی قشنگ. ما لاینمون رو عوض میکنیم، دوباره یه چراغ قرمز رو مخ دیگر رو ما داریم اینجا و سبز شد، خیلی ایزی. دوباره یه چراغ قرمز دیگه. خب الان اگر قانون نبود همین رو صاف میگرفتم. الان اون ور سبز شد. سبز شد چراغ قرمز. این هم سبزه، خدا رو شکر. برو 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 برو. یه چراغ قرمز دیگه. چراغ ثبت میشه و الان ما باید بریم سمت راست. چراغ قرمز اینجا. بریم کاملا با قانون رانندگی میکنیم، خیلی هم سخته، دهنمون داره سرویس میشه. چرا نمیه؟ برو 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 برو. خب بچه اینجا رو یه سرعت بگیریم، خلوت. خب خیلی قشنگ لاین میاد. یه چراغ قرمز دیگر رو ما اینجا داریم الان. چراغ سبز شد. یه چراغ قرمز دیگر رو ما اینجا داریم الان. ما آره دیگه کنم اینجا جاده است. الان ما این چراغ قرمز رو رد کنیم، چراغ سبز بشه بریم، وارد جاده میشیم. جاده هم قوانین داره، جاده رو دور میزنیم میایم دوره توی شهر و چالش 7 دقیقه سخت ما تموم میشه. توی جی تی ای سخته بچه. الان چراغ سبز میشه و ما میریم. الان وارد جاده میشه. با سرعت بریم. داریم دیگه بیقانونی میکنیم. یه ذره ترمز. اینجا نمیشه دور بزنیم، باید من اینو برم. فکر کنم اونجا یه دور برای اونور میتونیم بریم سمت چپ، اگر نه دور نمیتونیم بزنیم. بله بله الان من اینو برم، خیلی ایزی میرم سمت راست. بله بچه الان از اون ور من دور میزنم. یه چراغ قرمز دیگر ما اینجا داریم. چراغ سبز شد، برو دیگه. میریم سمت چپ. یه چراغ قرمز داریم ما، سبز میشه. برو 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 تو رو خدا برو 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 برو.
مارو اینجا باید وایسیم دیگه. وایسیم آره بچه، اینجا باید اون ماشینا بیان. اگر ما بریم تصادف میکنیم. الان دیگه نوبت ما الان من باید برم. خب الان من وارد شهر شدم. چرا قرمزای مسخره. ایزی برم سمت راست. اصلا هم تصادف نکردم. بله چراغ سبز شد و بریم سمت چپ برم بزن. چپ برم بزن. خب بچه دوباره یه چراغ قرمز دیگه ما اینجا داریم. الان چراغ قرمز شد. نمیفهمم بچه من جی تی ای. الان اون ور قرمزه اون ورم قرمزه. هیچکی الان نیم. الان نوبت ما باید بریم. الان برای چی همه وایسادیم نمیدونم. چراغ سبز شد. اون که بیشتر واسه تصادف میشه. برو دیگه. چرا نمیره رو بشه. خوابه. خب بیسی های بازی هم خیلی هم دوباره چراغ قرمز دیگه داریم ما اینجا. مخ از موقعی که چالشی شده من سردرد گرفتم. با قانون رانندگی کردن تو جی تی ای سخته. به خدا لکنت گرفتم دیگه. خب بچه چراغ سبز شد. چی میگی؟ خب چراغ سبز شده و ما رامون رو میریم و چالش مسخره سخت ما تموم شد. تو جی تی ای سخته و یکم خلاف و بچه این چالش مسخره تموم شد. مسخره که نبود، باحال بود اما خیلی سخت بود. خیلی ایزی اینجا پارک میکنیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشته باشید تو کامنت ها حتما نظرتون رو بگید. اگر دوست داشته باشید بازم از این ویدیوهای چالشی